نه خودش استراحت میکنه نه میذاره ما استراحت کنیم. تازه اگر به خودش یا یکی دیگه آسیب نزنه. همینجا وایسین من الان برمیگردم. خیلی خوب. تو رو خدا بذاریم برم. بابا دشونشو در نیار دیگه پدر. چیز مهمی نیست، همه ما ممکنه اینطوری بشه. فقط یکم اعصابش خسته شده. اعصاب چیه؟ آخه شما چجور بلدی هستید که هیچی باورتون نمیشه. اگه شما هم جای من بودین اونا رو میدیدی دیگه این بلاها رو سر من نمیآوردی. حالا اگه خدایی نکرده یک روزی مثل تو شدی اون وقت همه چی باورمون میشه. من این مشکل‌ها رو میفهمم. من عقلم سر جاش، شما نمیتونید منو گول بزنید. کسی نمیخواد تو رو گول بزنه، من میخواد تو راحت باشی، اعصاب تسکین پیدا کنه، از این فکرهای عجیب و غریب خلاصی و هر چه زودتر بخوابه. من نمیخوام. شارع من بزنید نمیخوام. خب خیلی خوب نخواب. زور که نیست. هر وقت دلت خواست برو خونت بخواب. خب موافقی؟ خیلی خوب. الان همه چیز رو حل میشه. اینو نگه دارید. اینا چیه؟ نگران نباش پدر جان. اینا قرص خوابه. قرص خواب؟ آره پدر جان. شما اینا رو بخورید دیگه با خیال راحت میتونید بخوابید. آهای نخوری یا میخوام بکشنت نخوری یا من نمیخورم شما با هم دست بگی کردید. من سم نمیخورم آقا، من زهر نمیخورم. زهر کجا بود پدر جان؟ بهت میگم قرص خوابه. خیلی هم خوشمزه است. مگه داله نخوردی؟ واسه سردرد، کردرد، کمردرد، استخوندرد واسه همه چی خوبه. من نمیخورم شما با هم دست بگی کردید. میخواد منو مظلوم کنید، میخواد منو بکشید. نه پدر جان نه. شما فقط دهنتو باز کن. آقا نمیخوام برم کن. دهنتو باز کن. مواظب آقا دروغ گفتم. به خدا دروغ گفتم. برم کنید. دروغ خدا. آی دکتر چون نشی این موقع به من نمیذاره. خیلی خوب دهنش. آقا دروغ خدا برم کنید. به خدا دروغ گفتم دیگه نمیگم. اینا همه از عوارض اولیه همون جنون است. مریض‌ها تو موقع استراحت حتی هزینه‌های خودشون هم انکار می‌کنن. آقا الکی همش دروغ بود دیگه نمیگم. برم کن. بازش کن. خیلی خوب. آب لطفاً. نباید دهنشو که ببین دهنشو. دهنتو باز کن پدر. آب. آها. خوبه. یه گلاب دیگه. خیلی خوب. الان تموم میشه. خیلی خوب. الان حل میشه. آفرین. بالاخره ثابتش کردین. صداشو خفه کردین. نوبت تو هم میرسه. ببینیم و تعریف کنیم. اینا چی بود بخوردم ببین. حالم داره به هم میخوره. دلم داره آشوب میشه. نگران نباش. این حالش خوب میشه. فقط حتما فردا بیارینش مطب من. چشم آقای دکتر. بابا جان عجب شبی گذشت. سرم داره میترکه. اگه تا صبح میتونم موجه به هم بزنم. من که همینجوریشم 4 ساعت با قرد بزنم با خواب. دیگه امشب خواب خبری نیست. خب چاره‌اش آسونه. هر کس میخواد بخوابه من میتونم از این قرصا بهش بدم. آقای دکتر نه ابدا. این قرصای خواب فقط یک خواب عمیق و طولانی بهتون میده. خب بفرمایید. یه دونه هم هم بده آقای دکتر. بله با کمال میل. فقط حتما پول ویزیتشو مطلب با هم دیگه. میگم واسه کمربندم خوبه؟ نه دیگه خانم گفتم فقط یه تاثیر عالی روی خواب راحت شما. یه دونه بودم. بله بفرمایید. بیا دختر خانم شما بیشتر از همه به این قرص احتیاج دارید. دستتون در نکنه. خودتون جواب دکتر. خودتون نمیخورین؟ نه چرا منم میخورم. تو چی؟ تو قرص آقای دکتر بهشون نمیدین؟ والا من حرفی ندارم. اگه خودش بخواد حاضر بهش بدم قرصو. و اینکه خب بالاخره من دکترم و جدا از هر گونه مخالفتی که باش دادم حال مریضان برام مهمه. اگر بخواد بهش میدم. تو چی میخوای؟ قرص میخوای؟ قرص. نه گوش کنین. میدونم گفتن این حرفا بیفایده است.
ولی این ناچارم بگم متاسفانه شما هیچی رو جدی نمیگیرید. حداقل این آخرین حلبه رو از خودتون دور کنید. خودتون رو به دست خواب نسپرید، بندازین و قرصا رو دور. حالا که میبینه نقشش نگرفته میخواد با بیداری زج بکشه. بله دقیقاً. این آقا کلاً با راحتی و آرامش مشکل داره. شما خوابو دوست نداری؟ نه دوست ندارم. دوست داری؟ دیگه گفتنش فایده نداره. خیلی خوب. اونو بلوز کنیم به من. ده هم؟ دیگه خوابش برده آقای دکتر. عرض کردم این قرصا خیلی قویه. تازه اگر عجله نکنیم خودمونم همین وسط خوابمون میبره. خیلی خوب شب همگی بخیر. کجا میری آقای دکتر؟ بیا کمک کنیم من خدا رو برم خونه‌اش. خیلی خوب باش. من جلوتر میرم. آهسته آروم آقایون آروم. یواش یواش یواش. یواش بیاین. بچرخ. یواش. عقب. کافیه. دستتون نر نکنه. آروم آقایون. خیلی خوب. اینم حل شد. بفرمایید خونه. شب بخیر آقای دکتر. شب همگی بخیر. تا خیرش بده، خیلی آقای خوبیه. ببین آدم با آدم چقدر فرق داره. شب بخیر. شب بخیر.